سلام. امروز میخوام در مورد پست قبلی که براتون گذاشته بودم، در اصل ویدیو قبلی، با همدیگه صحبت بکنیم و این ویدیو رو بررسی بکنیم. داخل این ویدیو چند تا نکته بودش که علاوه بر لغت‌ها میتونست توی کانورسیشن، یعنی توی مکالمه روزمره، به ما کمک بکنه. Who's next? Me, please. Oh, tea or coffee? Hot water. خب توی این قسمت میبینیم که فروشنده از عبارت who's next استفاده میکنه. بچه ها توی کافه ها، توی رستوران ها، توی بانک، هر جایی که شخصی خدمات ارائه میکنه، وقتی که شما میخواین برین سفارشتون رو درخواست بدین، داخل صف ایستادین،